یا آدمو تصور کن که وقتی همه دارن سعی میکنن از جنگ فاصله بگیرن، اون با دوربینش خودشو میرسونه تو دل خط مقدم جنگ. نه برای شهرت و ماجراجویی، بلکه فقط برای یه چیز، اینکه درد و عکاسی بکنه، اونم از نزدیک، بی واسطه و بی سانسور. تیم هترینگتون همچین آدمی بود. تیم توی سال 1970 توی انگلستان به دنیا آمد. اولش ادبیات خوند، بعدش هم وارد دنیای عکاسی شد. خیلی زود هم فهمید که دوربین فقط یه ابزار نیست، بلکه یه زبون جدیده برای گفتن چیزایی که با کلمات نمیشه گفت. توی خیلی از مناطق جنگ زده کار کرد. لیبریا، سیرالئون، افغانستان، لیبی و جاهای دیگه. اما برخلاف بقیه عکاسا از دور نگاه نمی‌کرد. خودش میرفت وسط زندگی مردم، بین ترس و دود و خاک. باشون زندگی میکرد، باشون همدردی میکرد. عکساش فقط مستند نبودن، حس داشتن و عمیق بودن. مستند رسپریتو یکی از معروف‌ترین کاراشه. چند ماه تو دره کورنگال افغانستان با سربازای آمریکایی زندگی کرد. نتیجهش یه فیلم واقعی شد، پر از ترس و خستگی و اضطراب و رابطه بین آدما تو دل جنگ. For you. Deadliest place on earth, the Korengal Valley. We're not ready for this. I'm thinking, what are we doing? تیم عضو رسمی آژانس مگنوم فوتوز نبود، ولی طرز تفکرش خیلی به این آژانس نزدیک بود. با عکاس‌های بزرگی مثل جیمز نکتوی کار میکرد و سبک نگاهش دقیقاً همون چیزی بود که مگنوم همیشه دنبالش بود. اینکه عکاسی فقط ثبت یه لحظه نیست، بلکه میتونه صدای بزرگی باشه برای کسایی که صدا ندارن. سال 2011 وقتی که داشت درگیری‌های لیبی رو پوشش میداد، توی شهر مصراته بر اثر انفجار کشته شد. ولی تأثیری که گذاشت هنوز زنده است. عکساش، روایت‌هاش و نگاه انسان محورش هنوز الهام بخش هزاران نفر. اون یه جمله معروف داره که خلاصه همه نگاه و طرز تفکرشه. اون میگفت من دنبال تصاویری نیستم که واقعیت رو نشون بدن. من دنبال تصاویریم که باعث بشن مردم حس کنن، فکر کنن و واکنش نشون بدن. تیم هترینگتون.